سلام. در ادامه ویدیوی قبلی امروز به سایر نکاتی که باید توی قرارداد SEO رعایت بشه میپردازیم. پس دیدن این ویدیو رو از دست ندید. نکته بعدی که توی قرارداد SEO خیلی مهمه امنیت اطلاعات وبسایت. اطلاعات سایتت محرمانه است و نباید دست هر کسی بیفته. حتما توی قرارداد ذکر کن که طرف مقابلت اجازه نداره اطلاعاتت رو بکشه. نکته پنجم، هزینه‌ها و پرداختی‌ها. لیست کلیه هزینه‌هایی که قراره برای سایتت بشه باید توی قرارداد به وضوح مشخص باشه و اینکه چطوری و در چند مرحله باید پرداخت کنی و چه هزینه‌هایی خارج از مبلغ قرارداد به عهده کارفرماست. 6. زمانبندی درست. انجام پروژه SEO نیاز به زمان مشخصی داره، اما باید بدونی که این زمان چقدر طول میکشه. یه زمانبندی دقیق توی قرارداد بهت میگه که چه زمانی به اهدافت میرسی. 7. پشتیبانی و تغییرات. اگه فکر میکنی وسط کار نیاز به تغییرات داری، حتما توی قراردادت بگو که چطوری میتونی درخواست تغییر بدی و پشتیبانی بگیری. اینطوری خیالت راحته که هر موقع خواستی میتونی یه سری چیزا رو عوض کنی. و نکته آخر، ارائه پروپوزال SEO. قبل از عقد قرارداد حتما درخواست یه پروپوزال تحلیل جامع وبسایت بده تا هم از وضعیت کنونی وبسایتت باخبر بشی و هم از میزان توانایی فنی طرف مقابلت آگاهی پیدا کنی. علاوه بر این موارد نکات دیگه‌ای هم توی قرارداد SEO وجود داره که باید حتما رعایت